امروز میخوایم درباره چیزی حرف بزنیم که هر روز با همونه. استرس. همونی که معمولا ازش فرار میکنیم. اما واقعیت اینه که استرس همیشه دشمن ما نیست. گاهی حتی ناجیه. استرس چیه؟ یه واکنش طبیعی بدن به هر تغییری. وقتی با موقعیت جدیدی روبرو میشیم، بدنمون برای محافظت از ما ضربان قلب رو بالا میبره. نفس هامون سریعتر میشه و هورمون‌هایی مثل آدرنالین و کورتیزول ترشح میشن. یعنی استرس فقط احساس نیست، یه سیستم دفاعی پیشرفته است. پس چرا فکر میکنیم استرس بده؟ چون معمولاً یاد فشار کاری، دلدرد عصبی، بیخوابی و نگرانی میافتیم. استرس طولانی مدت واقعا خطرناکه و میتونه بدن و حتی روابط ما رو فرسوده کنه. اما همه استرس ها اینطور نیستن. استرس خوب یا سازنده چیه؟ نوعی استرس که بهش میگن یوسترس. همون حسی که باعث میشه برای امتحان بخونی، برای هدف بجنگی، قبل از ارائه تمرکز بیشتری داشته باشی و از فرصتهای جدید هیجان بگیری. این استرس موتور رشد ماست. چرا استرس ضروریه؟ چون مثل آلارم ماشینه. نباید همیشه روشن باشه، نه کلاً خاموش. بدون اون نه خطری رو میفهمیم، نه انگیزه‌ای برای حرکت داریم. چطور بفهمیم استرس خوبه یا بد؟ خیلی ساده. استرس خوب کوتاه مدته، انگیزه بخشه، باعث افزایش عملکرد میشه. استرس بد طولانی مدته، باعث خستگی، فرسودگی، کاهش تمرکز و اضطراب میشه.